بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ساحه به نام دوره یاد میشه که در رسولی زیبای پغمان موقعیت داره و ساحه بسیار جالب و دیدنی است که من ساحه را که میبینید شما این به نام فیلخانه یاد میشه که در دوران امیر امان الله خان این ساخته شده و در اوقات بیکاری خود از این جمعیت لذت میبردن و کارمندایی که داشت اینجا فیل برش نگاه میکردن و لذت میبردن. از این ساحه بسیار مردم خاطره های خوش دارن و از اینجا پادشاه ها می آمدن دیدن میکردن که در چهار اطراف ازی در او زمان سگ جنگی و مرغ جنگی و امثال افعال دیگه در اینجا انجام میشد که الحمدلله توسط بزرگای پغمان چندین سال بعد از او اینجا مسجد آباد شد، مدرسه ها آباد شد و این ساحه را چهاردیوالی کردن، محوطه کردن، محفوظ شد از او گپا که الحمدلله این مسجد بزرگی که شما میبینین امکان داره که شاید در حدود 3000-4000 نفر در یک وقت امکانش هست که اینجا نمازگزارا نماز بخونن و ادای نماز بکنن که در اینجا نمازهای جمعه و نمازهای عید برپا میشه، دیگه نمازها خوانده نمیشه. دوستا یک دروازه مخفی است که بر علاوه که دیگه دروازه های بسیار بزرگ و کلان هم داره در این طرف مسجد رو هم برای شما نشان میتیم. این دروازه مخفی است که باز وقت سیاستمدارا و کلانای از این منطقه که به اثر ازدحام و بیروبار که در داخل مسجد می بود از این ساحه زودتر مبرآمدن و به مقر و قرارگاه خود میرفتن. به خاطر مسئولیت و محفوظ ماندن مسجد که کسی در اینجا کدام تخریب نکنه و کدام آسیب به مسجد نرسانه، شیشه هایش کسی آسیب نرسانه. این دروازه مسجد که دو طرف یک طرف شیشه دروازه داره، یکی اون طرف دروازه داره. به خاطر محفوظ ماندن مسجد دروازه ها اینجا قلف می باشه، فقط در اوقات نماز خواندن دروازه‌اش باز میشه و دیگه هفته پر دروازه قلف می باشه. عزیز صفحه مسجد که شما ببینید بسیار جای کلان و وسیع است که اکثریت وقت نمازهای جنازه که نسبت به مشکلات برف و باران که در دیگه مناطق پغمان اگر جای نباشه که خوانده شاید این صفحه الحمدلله شاید که بیشتر از 1000 نفر یا در حدود 1000 نفر جای شود نمازهای جنازه خوانده میشه و یگان وقت که برف و باران قطع میشه نمازهای استسقا خوانده میشه در اینجا. و این دروازه رو که تقریبا 9 دروازه داره داخل مسجد که در اوقات بیروبار و ازدحام امی 9 دروازه را مکمل واز میکنن و بسیار مردم به خوبی از مسجد بیرون میشن و هیچ کسی را آسیب نمیرسانه. این مدرسه دارالحفاظ است که به نام مدرسه زید بن ثابت شهرت داره که قدامتش شاید که بیش از 30 سال باشه که الحمدلله خیلی از فارغای قرآن حافظای قرآن عزیز فارغ شده و به جامعه تقدیم شدن. دوستای عزیز این ساحه کلانی که میبینید شما اینجا در اصل میدان فوتبال است که بعض وقت بچه ها و ورزشکارا ما اینجا ورزش میکنن که از مواد مخدر و مسکرات دور باشن. این بسیار کار خوب است که در اینجا اون نقطه‌ای که میبینید شما جای کرکت است که جا هم کرکترها کرکت میکنن و او طرف دیگه میبینیم پولوی گل فوتبال که است میدان والیبال جور کردن که اکثریت علاقمندای والیبال اوجا باز والیبال میکنن و دیگه کسایی که ورزش آزاد میکنن هر سو به وقت که ببینید در فصل اینجا مردم دوش میکنن از طبیعت آزاد استفاده میکنن لذت میبرن در اینجا چیا میکنن دوش آزاد میکنن یعنی هر نوع ورزش در اینجا مردم استفاده میکنن و اون ساحه که میبینید جکشن برق است که همین منطقه و ساحه را بر مردم برق میته و اون نقطه نیرنگی دیگر که میبینید اکثریت بچه در فصل اوجا گودی پران بالا میکنن و از اون نقطه بلند کو برای ساتری و تفریح خود استفاده میکنن.